قیمت فی قطعه تذکره الکترونیکی 100 افغانی است. قیمت فی قطعه تذکره که مستند توزیع میشه 500 افغانی است در شهرهای مختلف ایران. برای شهروندان ما $10 است و در امارات متحده عربی قیمتش $20 است که طبق طرز العمل و قانون ثبت احوال نفوذ این پول اخذ میشه از متقاضیان و متقاضیان هم مکلف پرداخت ازی می باشه و اضافه تر ازی هیچ نوع پول مجاز نداره و شهروندان ما مطلع باشند که برای هیچ کس اضافه تر ازی پول پرداخت نکنند. به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی به مرکز کارت مراجعه کردم. بعد از تکمیل کردن مراحل 100 افغانی به خاطر تذکره که دولت تعیین کرده بود پرداخت کردم و منتظر هستم که بعدا کارم تعیین مراحل شود و تذکره خود بگیرم.